أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادران عزیز، اپا و خواهرها، اکاها دادرها، از همتون خواهیش انشاءالله که ویدیو را تا آخر تماشا کنین و با دیگران برسونین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن در حدیث مبارکشون که من دل علی خیر فله اجر مثل فاعله. هر شخصی که برای یک کاری خیر دلالتی میکند و در نامه اعمال او اجر ثواب نوشته میشه مثل اون شخصی که او را انجام داده است. یعنی مطلب از ویدیو ما چیست که به نهایت در جامعه بسیار شده است. یعنی چی بسیار شده است؟ همون شخصانی که سحر جادو کردگی هستند، چی بچه ها باشه، چی زن ها باشه، چی اکاها دادرها، چی اپا و خواهرها باشه. از همتون خواهیش به خاطر ملک مال دنیای این برادران نسوزاننه و آخرت خودنا. هر شخصی که پیش اون شخصانی که میروند که میگه برای ما رشته بیار و صورت وای بیار و پدر مادر نام و نسب اونا بیار و صورت پدر مادر وای بیار و دیگه و دیگه و دیگه، از الله شرم کنین. هر شخصی که پیش همون ساحرا میرن، جادوگرا، فالبینا و دیگه 40 روزه عبادتی او نزد الله سبحانه و تعالی قبول نیست. و شخصی که کارهای اونها را یعنی به خود قبول میکنه، نعوذ بالله، کافر میشه. و اون خاطر دوستان عزیز، علم غیب بجز الله سبحانه و تعالی هیچ کس نمیدونه. با همون خاطر دوستان عزیز، حال برادران اینا رو میبینین که همون فکر نمیکنین که یعنی همون عاقبت سحر شما چی میشه. یعنی برادران را زندگیشون خراب میکنین، سلامتیشون ویرون میکنین، سلامتی را از دست میتن. نه بیچاره کار کرده میتونن، نه با همراه همسراشون همخوابگی کرده میتونن، نه نماز خوانده میتونن، نه عبادت خدا را به انجام میارن. از همون خاطر یعنی شما در گناه های اینها پوش میشین. هر شخصی که به همین کارها دست میزنه، از همتون خواهیش به خاطر الله، هر شخصی که میبینین این ویدیو را پیش اون ساحرا، پیش جادوگرا نرین. این دنیا یک متاع است. یک چخیلی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیثش که ايش في الدنيا كأنك غریب او عابر السبیل. میگه در دنیا زندگی که مثل یک مسافر یا اینکه مثل یک راهگذر. با اون خاطر دوستان عزیز، دنیا نه اونقدر کرا داره که به خاطر مطلب اینجا چیه که شما سحر میکنین، همون جنهایی که ساحرایی که جنها را که روان میکنن، غلام میکنن، همونها میگن که کی سحر کردگیه. یعنی شرمندگی برای شما هست که شما میرین و میگوید که والله اکثریت همین جنها میگن که فلانی 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 کرد، به خاطر چی؟ با هم سحر رو پیدا کرده میتوانند. با اون خاطر شرم کنین، الله شرم کنین، دست به این کارهایی که ضد اسلام نزنین، پیش همون ساحرا نرین. هر اون چیزی که میخواین، بسیاری برادران که میخونیم یعنی جنشون دگاب میدارای بیچاره گریه میکنن، میگه من خوب به خاطر خانه‌ای که من خودم خریدم، با همون خاطر خانه خودم من سحر کنن که خانه را از دستش بگیریم. برادرها با دست میوجه در تمام مثال زورشون میوه که میگم می اومدن میفتکیم خانه را به تیو سحر نکنیم، والله میگم میدادم شما. با اون خاطر به خاطر پول ملک مال دنیا خودتون هلاک نکنین. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم. شما را هلاک مگردانه ملک مال شما و فرزندهای شما. با اون خاطر فرزندهاتون که خانه او را بگیری از دست او و بار فرزندهای خودتان هلاک نکنند شما را همینها. از ذکر یاد عبادت الله دور نشین. و در چندین ویدیو هم گفتگی هستم که دعای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بخونین تا اینکه همین سحر برای شما ضرر نرسونه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن شاء الله که همین دعا را 3 مرتبه سحر و 3 مرتبه بیگاه بخونین، از الله سبحانه و تعالی امیدوار هستم که سحر برای شما ضرر نمیرسونه. نمازها را بخونین. اکثریت ما و شما بی نماز هستیم، بعد از نمازها ذکر نمیگوییم، از همون سبب جن وارد ما و شما میشه. واقع در امان الله با دعا باشین. السلام علیکم.